مثلا زیر تشکیلات‌های کشور در همه منطقه کاری باقی مونده و ضرورت از بیرون وارد کردن صادرات با کشورهای خارجی کدام کشور بیشتر از صادرات شده میوه و محصولات میوه محصولات خیلی قزاقستان و بسیارتر مانا خیلی اگر روسیه جای اول در روسیه میستر قزاقستان میستر با یک کشور چین در جای چند محصولات چین هم خیلی جای معینی تو جایی که جوش خیلی دیدن در کن جای معین داره چین من میگفتم که وقتی که با روسیه سانکسیون تحریم اعلام کردن در امید بود که روسیه بیشتر با محصولات مثلا خصوصا کشاورزی با آسیای میانه توجه میکنه همین بعد همین یگان دیگرگونی مشاهده شد البته ما من گفتم که بیشتر قبلا گفتیم ما 5000 گیتار علاقه نقشه پیوز کشتش زیاد کردیم که این اگر هم حساب کنید من اگر 30 تونی هم بگیریم اگر اون از همه کمش من گفته شدم لیکن 40 تون 50 تون یک گیتار میگیرید اگر 30 تونی هم بگیریم 150000 زیاد میشه در کشور که این هم محصولات صادراتی برای همون روسیه نگران داشته که است اصلا این مخصوص همین سال این سال ما معلوم کشتی هم زیاد علاقه من هم است کشتی بر وقتی 2000 گیتار زیاد کردیم من با پیش دوم دورت هست با 3000 دیگر در پیش است که ما زیاد کنیم نسبت سال پیشین که همین برای همین روسیه نگران داشته که اصلا بدن یگان محصولات‌های خارجی قشلاق که اجازه نبود بر روسیه و بعد همین سانکسیون اجازه نه خیلی نبود یک معین یک دوره معینی هم خیلی ایجاد می‌کردن این سو از بین رفته که اصلا روز خیلی چیزی نیست شما گفتن در نیم سال دوم نیم سال 2000 شده صادرات محصولات شما بسیار زیاد شده است زیاد شده است البته از موردی کار قرار داره در زمینه میوه کشت تو نرخ پختنی زمین خیلی کار شده است از اونی که من دیر شینش ناب تمام شد من موی نویا برده تو هم وقت دوام کرد و نرخ ولی اگه ولی زودوی کارکردی پخته اونا کار کرده استن باستباد کرده استن برای انتخاب دادن با بسیار و این دوره همین اصلا همین کوارتری چهارم با یکم باید با محصولات صادراتی بعد باز میشن و کشورهای دیگر انتخاب داده میشن